کروش فاصله حفظ کو بیادره. مواظب باش. مواظب. Nice 1-2 by Korosh. Bilal went for that takedown. Bang! Oh, Korosh still پهلوان هست. and shots. Oh Nice shit. takedown, Bilal. از چیزی که میترسیدم. از چیزی که میترسیدم. از چیزی که میترسیدم. اینکه روی زمین بکشه. ترس ما فایت روی زمین است که پهلوان است. فایتر پاکستانی. They're both swinging for the fence. I mean, they're both up against the cage. Korosh has Bilal. Oh, that's a تیک داون عالی. تیک داون عالی. کاش کنترل میتونست کروش. The arena is going crazy. ای کاش کنترل میکرده. The intensity and energy in the arena is insane. ای آرنجه که عبدالمتین بامی آرنجا ناکاوت کرد. امیدوار هستم این اتفاق با کروش تکرار نشه. آرنجای حریف خطرناک هست. ناکاوتی هست. با همه آرنجا عبدالمتین 2 ماه پیش در پاکستان ناکاوت کرد. نه دست خود بردار. ای از Bilal is full. ای Very, very tough position for Korosh at the moment. من ترس از اتفاق داشتم. نه ای کروش عزیز. نام خدا بیادر شعر است کشید خدا. فقط فرصت نده روی زمین. Hammer fist by Korosh. خیلی عمالی. Korosh is on top. خیلی عمالی. خیلی عمالی. برآمد خوب. پوزیشن کاملا تغییر داد. آرنجایی که کوبید به پیشانه سر و صورت کروش. کروش ما Korosh asked Bilal to stand up. کروش مواظب تیک داون حریف باش. बहुत ही जबरदस्त फाइट हो रही है. दोनों फाइटर बहुत अच्छे शो कर रहे हैं. کروش فقط مواظب تیک داون باش. ایستاده نمیتونه. آرنج زانوی تا آماده باشه. Oh. کروش کروش ادامه بده. Banging and banging, folks. شعر بسه تیک داون دیگر در راند اول. Man, oh man. करोश रजबी ने क्या ही जबरदस्त टेकडाउन किया. نام خدا بیادرم. تو خودت اثبات کرده. تو به حرفت عمل کرده. हमें इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन करोश रजबी ने क्या ही 40,000 نفر در اینستاگرام مسابقه را میبینه. 17,500 نفر در فیسبوک و 19,900 نفر در تیک تاک. مجموعاً نزدیک به 100,000 نفر از طریق صفحه اسپورت نیوز میبینه. این محبوبیت کروش هست. با امیدی که همین تعداد زیاد، همین 100,000 نفر لبخند شیرین بعد از پیروزی تجربه کنه. عالی فایت کرده بیادره. رنگ اول گرفته. لبخندت عالی فایت کرد. عالی فایت کرد. من کاره که محکم بگیرم تا به نتیجه نرسانم اعلایش نمیتونم. براتون وعده داده بودم پربرنده، جذاب، هیجانی. کیا گفتن کروش نمیتونه؟ کیا گفتن نمیتونه؟ دیدین؟
شعرسته بیادرم شعرسته هر حمایتی که کردم حلالت باد هر زحمت را که کشیدم حلالت باد Referee just cleared the cage of both fighters' teams. Round number 2 is about to commence, folks. This fight is intense. Kurush Sajani versus Bilal Hussain. क्या ही फाइट होने जा रही है क्या ही फाइट हो रही है दोनों ही फाइटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं Kurush Rajabi from Afghanistan, Bilal Hussain hailing from حریف آماده چک داون میشه امیدوارم کروش تشخیص بده Fight past 9. Great combination by Bilal Hussain. Nice swing and exchange with both fighters. Bilal Hussain's mouthpiece is dropped off, and the ref put it back in. ماشاءالله اعتماد به نفس دارن اعتماد به نفس دارن بازی میکنه با حریف لبخند میزنه نه کروش مواظب باش کروش مواظب باش بیادر مواظب باش Harassed with a combo. Bilal has a cut above his right eye, and it's dripping of blood. Holy hell! اعتماد به نفس میبینید اعتماد به نفس میبینید There's a cut above his right eye. خونالود از صورت حریف کروش به حرفش عمل کرد گفتی فایت باید خونالود باشه خونه که سرازیر میشه از چشم به صورت حریف But Bilal just ate that. Bilal seems to be a little bit in trouble. مواظب باش کروش جدی بگر فایت جدی بگر کروش عزیز کروش جدی بگر فایت جدی بگر بیادرم Trading blows like there's no tomorrow. Wow. Oh, nice hook by Bilal. Sorry, a jab by Bilal. 1-2 by Kurosh. نام خدا بیادرم شعر هستی حریف بگل Kurosh کردی seems to be very confident in his abilities. But Bilal does reply back with combinations of his own. Oh, nice head kick by Bilal. مواظب باش کروش He kind of rocked Kurosh, but he's still swinging. مواظب باش 2 minutes and 37 seconds in the fight. Wow! Both fighters just standing in front of each other and swinging. That is the epitome of grit. کروش لطفا تمرکز My خوب God, بگه folks. تمرکز تجمع بگه کروش Bilal with a jab. Bilal's corner telling him to shoot for a takedown. I don't know if he's going to listen. Oh, he's just standing آی without his hands up. نه Oh, Hey! with hooks and jabs. And Kurosh replies with his own. بیادر مملک کو کروش جان جدی بگه فایت لطفا کروش Crazy, ladies and gentlemen. خسته شده Bilal's face is dripping, full of blood, and Kurosh tells him to come on. حریف از لاس روی زیر تحت تاثیر قرار داده واقعا Kurosh seems to be retreating. Oh, nice head kick to the face. And that gives Kurosh a dab of Bilal's blood right on his forehead. I don't know what the referee did. He's stopping. He's pausing. نام خدا با اعتماد به نفس که داره نام خدا Oh no, I apologize. The round is over. Round 2 is over. خیلی عمالی بیادرم
Oh. Alright, ladies and gentlemen, third and final round of this championship fight in the 70 kilogram weight division of IFT. Brought to you by SA Garden, live on Geo Super. راند دوم 1 دقیقه مانده. Bilal's got an intense amount of petroleum jelly on his eyebrows, and he seems pretty banged up. But that's not stopping him from winning and attempting to win this fight. Oh, a nice cross by Bilal. Oh! But Bilal gets right back up. کروش یک کمی خسته معلوم میشه. امیدوار هستم نفسش تا راند سوم ادامه پیدا بکنه، مشکل ساز نشه برش. صدای ما گرفت، جغ زدم، داد زدم از خوشحالی و استرس. Round 2 is still underway, folks. Round 2 is still underway. 10 seconds left in the round. نام خدا، شعر سجادرم، نام خدا. 42,000 در اینستاگرام لایف همزمان میبینم، 20,000 در فیسبوک، 19,600 و 21,000 در اینستاگرام. بالای 100,000 نفر. تعداد 100,000 یعنی 100,000 عدد بزرگ است. محبوبیت کروش نشان میده و یک راوند مانده بچه، یک راوند مانده. این راوندم Referee is clearing the cage, and we're about to commence the real third and final round of the championship fight, folks. 70 kilograms, like I've said before, of the IFT Fight Pass 9 International Fighting Tournament. Presented to you by the final راوند سرنوشت‌ساز، راوند آخر و پایان مسابقه. تا اینجای کار کروش امتیازها را از خود کرده گرفته بدون شک. بله. SA Gardens, and we are live on Geo Super. Alright, let's see how both of these fighters recovered from round number 2. Both fighters scaling each other, trying to find an opening to throw a shot. Oh, nice exchange. خیلی مالی. کروش جان تمرکز کن. Both admiring each جدی other, بگه. telling each other to go ahead, throw, I'll take it, and then I'll respond. حریف بگل کرده، اتفاقا همه اعتماد به نفسش حریف کم روحیش تضعیف کرده. Oh, takedown attempt from Bilal. چیزی که نباید اتفاق بیفته، فایت روی زمین است. فایت نباید روی زمین بکشه. فایت نباید روی زمین بکشه. That backfired on Bilal pretty quick.
Kurosh attempting to grab his back and get back control. فقط پای نام خدا شهر بیا دارم فکر تجم کو کروش فکر تجم کو Kurosh soloing a little bit, huh? فکر ت Oh, he went to a full mount. نه کامل حلقه نتونست عجب Man, صحنه this بود fight is... Oh, what a shot from up top. آرنج بزن کروش بیا دارم آرنج بکو Bilal looks in serious trouble right now. He has to میگفتن do سوی something جان now. چرا این کروش بزرگ کرده چرا کروش گفته از گلوب پاره کرده به خاطر این است ارزش داشت But Kurosh showboating. کروش فکر تجم بگه بیادرم نکو از استرس ما را کشته ما 10 کیلو وزن کم کردم از استرس زیاد امشب My God. خنده میکنه کدش Kurosh with a takedown attempt, and he gets the takedown pretty easily this time. خیلم راحت کشید عالیه اینجا کنترل کن کروش 2 دقیقه اگه کنترل کنی حریف کارش تمام است کمربند از تو است بیادره رکورد لایف واحد نشان شکسته شد تعداد برنده‌ای که در لایف واحد داشتیم البته او فقط در اینستاگرام بود ولی لایف کروش هم فقط در اینستاگرام تعدادش به همان اندازه Kurosh هست got him pinned in a very unusual position. یک دقیقه کنترل کن بیادرم آفرین کمتر از یک دقیقه مانده کروشان فکرت بگی بیادر دیگه نمیشه یه رقم ما اینجا از استرس مردیم بگل کرده انصافا حریف We got 57 seconds left in the fight, and Kurosh just asked Bilal to stand up and trade blows. حریف Both players feet on حریف the ground. روحی شکست داده That's کروش how this fight goes. Oh, nice one too by Bilal. Oh, کروش بیادرم 30 ثانیه مانده بیادرم فکر در جمع بگه کروش 20 ثانیه مانده بیادر نکو کروش باز هم بایی بازی میکنن با ما بازی میکنن او را جدی نمیگیرم ما اینجا از استرس مردم آفرین به اعتماد به نفست بیادر با حریف رشخندی میکنن in the fight. Let's see how it's gonna go. یعنی حریف دم خانش رشخند و مسخره کرد That's the end of the fight. تبریک تبریک IFT. حریف دم خانه خودش بیادریم کروش چی کده 44,000 نفر در اینستاگرام میبینه بالای 21,000 در فیسبوک و جا دارد تشکری کنم از اسپانسر کروش پهلوان شکر که فکر کنم بعد یک موتر برای کروش داده بود که اگر کروش مسابقه را برد پهلوان شکر برای کروش موتر تحفه میدهد امیر براتون بگم دوستا پهلوان شکر برای کروش وعده داده بود اگر مسابقه را برد موتر برش تحفه میخره
این وعده پهلوان شکر بود. امیدوار هستم پهلوان شکر به وعده عمل کنه. بیادریم قبل مسابقه حمایت کرد، قبل مسابقه حمایت مالی پولی روان کرد و جایزه ای که به خاطر پیروزی موتر گذاشته بود. امیدوار هستم بله پهلوان شکر عمل میکنه. جایزه کروش یک موتر از طرف پهلوان شکر. همینجا در حضور 110,000 نفر من میگم پهلوان شکر یک عدد موتر برای کروش وعده داده که به وعده خودم عمل میکنه. یک اراده موتر. مرا اقا گفتن نوید چی میکنه؟ چرا کروش گفتم آرنج سردرد کده؟ چرا؟ اینه بیادر دیدین من کاری که میکنم نتیجهش هم میگیرم. نتیجهش برد بود. ما بردم بیادر. نگفته بودم دست کم نگیرید، نگفته بودم ورزشکارتان تخریب نکنید. و ما 1000 بعد و بیرا گفتن. من گفتم کروش ظرفیتش داره. من گفته بودم کروش پتانسیلش داره. کلتان مرا گرفته بودن از یخن ورزشکارایی که حسادت داشت، تخریب میکرد، پشت سرم گپ میزد و مردمی که در کامنت و پیاما مرا محکم گرفته بود. چرا کروش بزرگ کرده؟ کروش پتانسیلش داشت. Fighters to the center, please. Afghanistan, Pakistan. کمربند برای ما گرفت کروش. خانواده محترم رجبی، خانواده کروش عزیز لایف ما را میبیند. تبریک باشه. شعر است بیادرم. لبخند. من گفته بودم میتونه. من گفته بودم. حالا پاکستانی بیادر تو باخت مسابقه را. تو باخت بیادرم بیرق. बहुत सारी तालियां हो जाए दोनों फाइटर्स के लिए. बहुत सारी तालियां. Ladies and gentlemen, با پهلوان شکر after 3 rounds of professional MMA action, the judges have made their verdict. Declaring your winner by unanimous decision. بگو ای تبریک. با کروشان لایف داریم. بعد از اینکه دستکش ها را کشید در تیک تاک با کروش صحبت میکنم. تبریکت باد بیادرم. تو تانسته، تو ثابت کرده، تو انتقام